سلام، ماشون زیشوی هستم. امروز هم 4 تا ماکت ماشین بهتون نشون میدم. اینو که قبلا تو ویدیو قبلی که پشو پارسای دیگه سمراش بود و اووردم. این هم سمند سورن پلاس. این 206 رو تازه ساختمش با پرچم فرانسه. این هم 405 استلیکسه. من با قیچی مثلا در این ماشینا رو وا کنم. مثلا در سورن پلاس این در بغل دست راننده و در صندوق عقب رو وا کردم. اینجا هم تو در صندوق باشه چه هستم ولی وا نمیشه، ولی اینجا هم وا میشه. مثلا در صندوق این وا نشده، این در اینجاش باشه. مثلا از این طریق در رو وا کنم اتاقاشو میتونم ببینم. در رو وا کنم که میتونم اتاقا رو ببینم. از این در رو وا کنم میتونم اتاق رو ببینید. این اتاق 405 استیلیکس. این صندلیاشه، این صندلیاش. این سورن پلاسه. این هم اتاق سورن پلاس. این در صندوق بشه. این هم پژو پارس معمولی. الیکس رو فعلا درش وا نکردم، اونم وا میکنم. حالا فکری باید حالش میکنم. صندلی های جلو قرمز، صندلی های سرنشینان عقب آبی پررنگ. من در این گیسشون نمیتونم فعلا بازش کنم چون که تازه درستش کردم. اینم پرچم فرانسه است چون 206 اول تو فرانسه تولید شد، شرکت پژو درستش کرد، بعد تو ایران آوردنش. الان تو ایران دارن تولیدش میکنن. الان جز دسته ماشین ایرانی تو ایران، در اصل فرانسویه چون اول شرکت پژو تولیدش کرد، بعد اونجا تبلیغش کردن. تبلیغش هم تو هندوستان دیدین یه ماشین اینقدر میزنه تو در و دیوار، یهو ماشینش رو میبینید چی شده. 206 تو روزنامه میبینه 206 اومده تو فرانسه، بعد میبینه ماشین شبیه همونی که تو روزنامه بوده. بعد ایران هم تبلیغش کردن. بعد 206 مدل‌های مختلفی داره. 206 صندوقدار هست، 206 کروک هست، 206 تیپ‌های مختلف، تیپ 5، تیپ 2، تیپ 3. بعد 206 تیپ 5 خوبه ولی هاچبکش یکم شیک‌تره تا صندوقدارش. بعد 206 صندوقدار رو تو ایران ساختنش چون میخواستن 206 صندوق داشته باشه. بعد چون هاچبکه صندوقش کوتاه، گفتن یه خودروی خانوادگی بسازیم به اسم 206 صندوقدار. بعد 206 صندوقدار رو ایران خودرو ازش الهام گرفت، یه ماشینی به اسم رانا درستش کرد. بعد رانا پلاس هم درست شده. رانا پلاس بهتر رانا معمولی. رانا پلاس سانروف داره، کروز کنترل هم داره. من 206 سانروف دارش هم هست و دنده اتوماتیش. 207 پلاس هم مثلا داره. 206 شبیه 207 باید 206 خیلی از 207 بهتره. من 206 رو خیلی بیشتر 207 دوست دارم. مثلا این پژو پارس معمولی رو که خودتون دید، الیکس بهتر بود. بعد قرار بهتون بگم جدا ماکت ماشین درست کنم و انشاءالله به اونم میرسیم. بعد اتاقا رو که خودتون دیدید. بعد صندوق سورن پلاس تونستم براتون بخشی دردتون افتاد وا کنم. خواهیم دوباره ببینینش. نه این در صندوق عقب انشاءالله در 206 هم وا میکنیم. این 206 بعد یه فکری با حالش میکنم. هر مشکلی یک راه حل داره. ممنون تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم. خداحافظ. اگه ویدیو هم دوست داشتین لایک هم کنید. بعد تو کامنت هم بنویسید 405 خوب بود یا همین 206 یا سورن پلاس یا پژو پارس معمولی. بعد دنبالم کنید.